سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی گفته بودیم که یعنی دو قرآن توفیق میکنیم، کسی که کامنتر خوب بنویسه یا اینکه کامنتر کدوم بسیار لایک بگیره. یعنی انشالله که شباز میگه کدومی که کامنتر خوب نوشته دیگه و کسی که یعنی لایکش بسیار گرفتگی. من فکر میکنم سلام علیکم برادرای عزیز. اولا فکر میکنم که آدمی که همه کامنتر خوب نویست سبحان حکیم افاکی میگه که سرمون اومده هیچ که کلاس نمیمونه. اگر ما را میخوام این کتاب بزرگ گیرم سرمون نمیمونه کلاس. مقصد همین آدم همه جان کنیش برای کلاس های نسل آباد دوید کردن به خاطر که میخواد که کتاب بگیره. بگذارم برادر کامنتر خوب ما همین فکر میکنم که بسیار سخنان خوبی اسلامی من فکر میکنم که همین آدم حرکت کرده سعی نسل آباد دوید برای قرآن رفتن. سبحان حکیم برادر این همین آدم انتخاب شد برای کتاب اولین و دیگه‌ش خیلیش معلومه. حضرت کی نمیاد عزیز جان قربانوف صاحب 404 تا لایک برادر عزیز. نه جای دیگه که چخلی میبینین کتاباتون میگیرین رقم ها یعنی در روی اکران میبینین. برای حجامه برای دیگه داروها میتونین که زنگ بزنین و برادرانی که در شهر یکترینبورگ هم بسیاری زنگ میزنن اکم در شهر یکترینبورگ برای حجامه برای دارو برای چیزی که در کار باشه برای جینخوانی رقم ها در روی اکران میبینید. طرف دست چپ گارد یکترینبورگ 823 359 99 98 و رقم های ما صلاح حجامه 92 آخرش ان شاء الله که میتونید که زنگ بزنین بیاین یعنی کتاب ها را بگیرین. موقع در امان الله باشین، از دعای صالحتان فراموش مکنین. در حق اکای حاجی دعا کنین که خداوند یعنی حج برایم خیلی توقی پستاین در سرش باشه و خداوند یعبان باشه. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین داروها و همین قرآن ها در شهر یکترینبورگ هسته. برادران عزیز میتونین که رقم هایی که کاری نعم نوشتگی میتونین در منو زنگ بزنین. داروها برای پرستاتیت ارزونن 500 روبلیان. در یکترینبورگ در شهر مسکو 400 روبلی میتونین که انشاءالله که زنگ بزنین چکنین دسترس کنین. این کپسولش و دارو برای فربشیدن هستن. میتونین که زنگ بزنین. اسکیت گرفته ایست 500 روبلی چودس نمیاد. این تریچکا سینول مثال برای نیروی برای خراب شدن برای فربشیدن مثال برای کیرم برای استخوان ها برای همه نمود چیا هسته دارو هسته. میتونین که انشاءالله که زنگ بزنین دسترس کنین. یعنی چی هسته سویچ هسته پرستاتی دیگه مرای زنگ بزنین میتونین انشاءالله برادرها در خدمت هستن. قرآن های بهترین هسته.